آیا میدونستی که تو از طریق خود اپلیکیشن اینستاگرام میتونی پستاتو تبلیغ کنی؟ واسه این کار باید از گزینه پست استفاده کنی. تو ادامه ویدیو بهت یاد میدم چطوری از این قابلیت استفاده کنی. اگه دقت کنی زیر پست سمت راست یه گزینه به اسم پست هست که روی اون کلیک میکنی یه صفحه بالا میاد که ازت میخواد هدفت رو از این تبلیغ مشخص کنی. اگه میخوای پروفایل ویزیت بیشتری بگیری، گزینه مور پروفایل ویزیت رو انتخاب میکنی. اگه قصد داری وبسایتت رو تبلیغ کنی، گزینه مور وبسایت ویزیت رو انتخاب میکنی. یا اگه میخوای پیام‌های بیشتری دریافت کنی، گزینه مور مسیج رو انتخاب میکنی. بعد اینکه گزینه مورد نظرت رو انتخاب کردی روی نکست کلیک میکنی. تو صفحه جدید ازت میخواد مخاطب هدفت رو مشخص کنی. اسپیشال کاتگوری یعنی دسته‌بندی تبلیغات ویژه که اگه روش کلیک بکنی چند تا گزینه میبینی که باید ببینیم مربوط به کار ما هست یا نه. گزینه کردیت مربوط به کارت‌های اعتباری، وام یا کلاً پیشنهادهای مالی هستش و گزینه ایمپلویمنت مربوط به مشاغل یا گواهینامه‌ها یا فرصت‌های شغلی هستش و گزینه هاوزینگ مربوط به املاک، بیمه، رهن یا موارد مشابهه و گزینه آخر یعنی social issues, elections or politics در مورد مسائل اجتماعی، انتخابات یا سیاسته. خب اگه مربوط به کار شما نیست لازم نیست گزینه خاصی رو انتخاب کنی. برمیگردیم ببینیم بقیه گزینه‌ها چی هن. گزینه اتوماتیک یعنی اینستاگرام خودکار افرادی مانند فالوورهای شما رو هدف قرار میده. با گزینه Create Your Own به صورت دستی فالوورهای هدفت رو مشخص میکنی که از کدوم لوکیشن، تو چه رده سنی باشن و به چی علاقه‌مند باشن. در نهایت روی نکست کلیک میکنی. حالا باید مشخص کنی که میخوای چند روز پستت رو پروموت کنی. اینجا برات مشخص کرده که پروموت 6 روز $30 که میتونی از قسمت set duration تعداد روز رو بیشتر یا کمتر کنی و روی نکست کلیک کنی. حالا روی پست کلیک میکنی، روش پرداختت رو انتخاب میکنی، روی نکست کلیک میکنی. در نهایت اطلاعات بانکیت رو وارد میکنی و روی سیو کلیک میکنی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. راستی اگه تو این زمینه اطلاعات کافی نداری میتونی از مشاورین با تجربه سایت دیجی فالوور استفاده کنی و یا حتی 0 تا 100 تبلیغات رو بسپاری به سایت ما با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برات انجام میده.